بینندگان عزیز و ارجمند، تماشابینان گرامی قدر، برنامه ما باز هم ادامه دارد و چون در بالا قید نموده ما مهمانی یکی از بیننده فعالترین برنامه فیض سحر، بیننده دائمی برنامه‌های تلویزیون و رادیوی تنین، یکی از پیری روزگار دیده خاله توتیونیسا رحیمه و رهسپار شده ایستاده ایم. این لحظه باشد ما با همراهی براجان شرمتف نوار بردار و همزمان یکی از صنعتکار شناخته ستاره درخشان گویم خطا نمیکنیم نظام جان عظیمов مهمون این زنی حلیم و خاکسار میشویم. نظام جان میدونید هر باری که با ما همین توتیونیسا رحیمه زنگ میزنن حتما در وصف شما سخنهای نیک میگویند، دعاهای نیک میکنند و با یگان روزی نیست که نگفته باشند که من نظام جان را دوست میدارم زیرا مخلصی اشدیش هستم. این نفر رو شما میشناسید؟ راستی بله میشناسم. بسیار یک زنی دانشمند، بسیار یک نفری که در حقیقت سرود رو از سرود جدا میکنند و البته بسیار مخلص هستم، بسیار دوست میدارم. ما راستی رفت آمده اویلوی هم داریم و من با باوری گفته میتونم که یکی از مخلصای اشدی ترین من همین کس هستم، زیرا هر بار در یگان تلویزیون برآمد کنم من فراموش نمیشم یا در یگان تا حتی در توی معرکه هایم باشیم که فراموش نمیشم. راستی من هم خودم بسیار دوست میدارم، بسیار یک زنی نورانی هستم. میدونید چی؟ چند هفته قبل همین پیری روزگار دیده خاله توتیونیسا با ما زنگ زدن، گفتن که از سبب همین بیماری سرایتی کووید 19 یعنی کرونا ویروس چند لحظه است، چند مدت است که من به خانه نظام جان رفتن نمیتوانم یا اینکه خود نظام جان به مهمونی من نمی آید و ما تهیه‌گران برنامه تصمیم گرفتیم که شما رو مهمان کرده باشیم و شاید این یک تحفه ادانه هم گردد، زیرا چون میگویند همه روزه میگویند که بسیار شما رو دوست میدارند، باشد که رشته دوستی شمایان، رشته دوستی عائله شمایان تا ابد پایدار باشد، برای این زنی حلیم و خاکسار باشد. باز هم دولت پیری رو بهرشان تمنا داریم. خب رفتیم به خانه خاله توتیونیسا، ما رو همراهی نمایید. رفتیم. اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد، بشم ای قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر سürpriz gülüş oldu. تماشابینان عزتمند، بینندگان گرامی قدر، چون گفتیم این زمان ما تهیه‌گران برنامه‌های تلویزیون و رادیوی تنین، خاصتا تهیه‌گران برنامه فیض سحر، امروز مهمان کاشانه اهل عائله رحیم فا هستیم. با این پیری روزگار دیده به اهل خانوادهشان تنی صحت و خاطر جمع خانه آباد را تمنا داریم و این زمان باشد هم صحبت من فرزند دلبند خاله توتیونیسا توفخان رحیمه و هستند و میخواستیم این لحظه برای بینندگان عزیز و ارجمند، برای تماشابینان گرامی قدر دایر به برد و باخت سال 2020 مخصوصا به اهل خانواده شما میفهمیدیم خوبتر و بهتر میشد. تشکر زیاد پروین خان. السلام علیکم مخلصان هواداران برنامه فیض سحر، مخصوصا تلویزیون تنین. اولش اینکه تلویزیون تنین تلویزیون دوستداشتی من می باشد. وقتی که همین برنامه فیض سحر آغاز شد، اولین شخصی بودم که من با قدرت الله جان همیشه در صحبت بودم. امروز بسیار من خرسند که هواداران مشتریان برنامه فیض سحر بسیار شدند و حتی به من نوبت هم نمی رسد. از این من خیلی خرسندم. پروین خان، من اولا شمایان رو از نام مادر جانم به این خاندان خوش آمدید. قدم های شما نوری دیده تاج سر میگویم. تشکر زیاد. الهو همیشه سلامت باشید. همیشه از دیدار شما ما خیلی شادیم، ممنونیم. عاید سال 2020 باشد. سال 2020 با آمد و ناآمدی هایش هر سال هر لحظه موافق خودش
برد و باخت دارد. برد اهل اویل ما از آن عبارت است که من ما چی مقداری یا این اهل اویلی ما طرح زیاد شده ایستادند. ما از این خیلی خرسندیم. اکنون سال 2020 بسیار آمده ها دارد. با پای قدم جناب عالی جماعت غازیان ما خیلی آباد گشت. شناخته نشونده شد. کوچه ها منفرش گردید. درختانی همیشه سبز شنانده شد. در نزد بنای جماعت پرچم جمهوری تاجیکستان افراخته شد با دستان مبارک امام علی رحمان. اون کس با ما اهل جماعت در صحبت بودند، سوال و جواب کردند. از دیدار اون کس همه خیلی شاد هستیم و گفتنی هم که به کجایی که پای قدم جناب عالی میرسد آنجا آباد میشود، آنجا زیبا میشود. تشکر زیاد تشکر میگوییم. چون در بالا سخن درباره عائله رفت، در حقیقت هم میگویند که عائله شیرازه است، زنجیره است که مرد و زن را با هم میپیوندد. لیک متاسفانه امروز در جامعه ما هستند عائله هایی که برهم خورده ایستادند. به این عائله های جوان همچون زنی روزگار دیده چی مصلحت میدهید؟ من به جوانان، به جوان دختران و جوان پسران مصلحت میدهم که هنگام انتخاب همسر سراسیمه نشوند، بایگری نگویند، همدیگر را خوب سنجند، سنجیده و فهمیده دانسته پس همسر حیاتی خود را انتخاب کنند، پشیمان نمیشوند. شادروان استادی من در دانشکده آموزگاری شهر خوجند، روحشان شاد باشد، یوسف جان سلیموف پدری من سلیموف ناصر جان به ما هنگامی که دانشجو بودیم نصیحت کرده بودند که فرزندانم وقتی که شما خانه‌دار میشوید همین 3 چیز را به اینابت گیرید که آن باعث مستحکمی عائله شما میگردد. یکمش این حرمت و احترام همدیگر، دویمش محبت به همدیگر، سیمش باوری به همدیگر. انا وقتی که همین 3 چیز در عائله است عائله پایدار میشود. بنابر همین عائله های جوان من توصیه میدهم و همچون مادر کلان نصیحت میکنم که پیش از همه همدیگر رو حرمت و احترام کنند. همین اولاد عروس و داماد همدیگر رو احترام کنند، همدیگر رو دوست دارن و به همدیگر باور کنن. وقتی که به همدیگر خیانت کردن نیست، باوری هست، عائله مستحکم می شود و انشاءالله در آن عائله فرزندان صالح و صالحه به دنیا می آید و به کمال می رسد. زیرا نسل نورس امروزه، جوانان امروزه آینده تاجیکستان می باشند. ما به امید جوانان امروزه می باشیم. به جوانان من خوشبختی، تحمل و صبر و قناعت را در راه پرپیچ‌تاب زندگی تمنا دارم. تشکر زیاد. سلامت باشد مادر عزیز. و چون گفتید یکی از فعالترین بیننده برنامه فیضی سحر هستید، سالهای قبلی نیز به ما همه روز زنگ میزدید و عموما فکر و اندیشه های خود را میخواستیم دایر به تهیه نمودن برنامه فیضی سحر به ما ابراز میکردید. ما سازندگان برنامه خیلی از آن خود را سربلند و سرفراز میحسابیدیم. مرحمت. تشکر زیاد پروین. من برنامه فیضی سحر عموما تلویزیونی تنین را بسیار دوست میدارم، چون که در آنجا کارمندانی کاردان جمع شدند. از همون شیر محمد جان سر کرد تا من قدرت الله جان، من شما رنا خان، من امروز آسیمی عارفپور فعالیت دارند، من چی باز بسیار جوانان هستند که مهنت میکنند برای ما تماشابینان زحمت میکشند. اکنون برنامه های فیضی سحر بسیار هم رنگارنگ خوب دلگیر کننده نیست، با شوق تماشا میکنم. فقط یک پیشنهاد دارم. مرحبا. اگر در همین برنامه فیضی سحر یک بخشی معرفت عائله داری جاری میشد بسیار خوب میشد، چون که من شخصا در مکتب با صنف‌های 9 و 10 و 11 همین معرفت عائله داری که اون وقت اتیکه عائله داری نام داشت درس میگذاشتم، می آموزاندم به جوانان همین عائله داری چقدر به عائله تیار شدن را یاد میدادیم. افسوس که امروز من نمیدونم در مکتب ها هست یا نه. اگر همین برنامه شود، همین چیز کم شود، البته جوانا از 10 تا 1 تاش گوش کنن فایده میبرند و خلاص.
درست، پیشنهاد شما، درخواست شما قبول است. البته تحت راهبری سرمحرر تلویزیون کوشش میکنیم که بخش مذکور را به برنامه جاری کرده باشیم. تشکر زیاد میگویم چون علاقه تماشابینان عزتمند ما آگاهی دارند. مادامی که شما با ما زنگ میزنید یا همین آچی عزیز و ارجمند ما با ما زنگ میزنن، حتما سخن درباره نظام جان عظیمов میرود. برای چی نظام جان عظیمов است؟ چون که وقتی که نظام جان به صحنه هنر آمدن، من دیدم که یک جوانی خوک سور و با آداب همین خیل، همین سرودی عشقی رفته شونده. این کس به زنگ زدم. من گفتم که نظام جان شما در راه عشق ناکامی دیدید می که عشقی رفته میخوانید؟ این کس گفتن که نه معلم جانم، اکنون همین سروده خوندم. با واسطه همین دو سرودشون این کس خیلی مشهور شدن. در حقیقت سرود پرمضمون، کلیپاش هم جدای هم خوشرو بود. ثانی رفته من این کس که زنگ زده صحبت کردم ایستادم، با بعضی اکنون تانم و نتانم بعضی مصلحت ها میدادم. این کس البته قبول میکردن و فقط میگفتم که نظام جان همین خاکساری پیشه کنید. این کس خاکسار بودن. تأثیرات شما از امروزه تشریف ما. شما در آمدیتان سرام و به آسمان رسید، خیلی خرسند شدیم و میگم که رواقی منظری چشم من آستانه توست، قدم نما کرم نما فرود آکی خانه توست. انا همین خانه ما خانه شما شد. امروز همیشه همین خیلی آمده استان به حد خرسند شدیم. من لیکن تشریف نظام جان تماما به ما یک چی گویم اکنون یک مکافاتی شد که ما تماما بیخبر بودیم. خصوصا ای مادر جان من خیلی خرسند شدن که هیچ گوش خاطر شاننده هم نبود. تشکر زیاد، تشکر میگم. زنده و سلامت باشید. میخواستیم این زمان با همین پیری روزگار دیده ما در کلان دعاگوی هم صحبت کرده باشیم، چون مهمانان تماشابینان گرامی قدر ما نیست. اگر در یاد داشته باشند سال قبل خاله عزیز و ارجمند ما مهمان کاشانه فیضی سحر گردیده بودند. امروز باشد ما تهیه‌گران برنامه فیضی سحر مهمان شما هستیم. رحمت برکت و الهام باشین تا شما نه نخسین من کردم این پسرم من میبره چهره همش آنده یا بار من ارو مچی کرد خیلی بر منظور کرد خیلی گفتم اکتر میبرد کاربن میبرد قصد آنها هر روز آنده همش فوتیه گفته سونی کاربن میبرد همون بگفتی اکی به اون مستجاب میشد کارشون بود میشد. من فقط همین کتاب خونده دعا کرده میشنم هم موی کنم. سن من میگم که یوشکا تیلو نگیره دعا گیر گفتگی دعای گرفت. همین یوشکا خوبم اخلاق باشد خدمت امک خیلی کند. وقتشان ده من خیلی خوبم اکون کسال بودم 5 ماه خور رفتن. سن قنسین هم یک شب میواد کردم دو تا قنسین من خودم 8 شب میستادم. سن داد میگفتن بیا پیشم با پشت کم مول پشت مول ده میخواد همون خوبم من دعا کرد وقتی برفتنشون همون یارق دعاشون علاج کرد نمی‌ها من همیشه عزت کرد و که همیشه بیا کنیم دیدن. سلامت باشید. حالی هم کبوتی چینی کرده سیتی؟ حالی هم کبوتی بیارم من کمیز کیلوی من بندم مگم کنده میشینه اینجا پشتم بارش مانده بسته میشینم بسته میپیم سلطاشون بسته میپیم همه چیزشون بسته میپیم خیالم کار کردم بیکار نشینم. من وای دختری وای نیبرم های شرف میسا دختری همه هوا وای کردن. من گفتم میهایدن 12 خانس از دخترش بیشی گفتم این به انجام گرانتید من کار بسیارش وای کردم اینو تایور کردم. من هم لگنده میکنید خیلی فکره از تشرف بانده میپیم خیلی چشمم میگذرد حالی هم حالی هم سوزم میبینه حالی هم بی عینک میکنم همشه کتابایی و پیغمبر ما میخوند میشینم حالی هم بیکار نمیشینم. سلامت باشید. همون با کشمم حالی هم کنی سوزم میگذرد. امروز شما خرسند می؟ البته دیگه خواهد شما میبیتم من خرسند نمی چیزایی هم من خرسند با این نظام جانو بیدید گرام خرسند شدید؟ خود جدا خرسند شدن بیا نه بچی من بیا کو نه نده نه بعد تلویزیون رو برام هم کنه
میگویند که از حضرت آدم سر کرده همه در نزد مادران سری تعظیم فرود میآورند، مگر میتوان یافت حافظ یا شاعری را که در ستایش مادر شعر یا سرود ناسروده باشد. اگر نظام جان یک جفت دادمون یگان مصرع شعر در وصف مادران عزتمند یا اینکه خود سرود رو زمزمه میکردید خوبتر و بهتر میشد. من باوری کامل دارم که مخلصان نیز انتظار آن هستند. مرحمت. برای چی نه راستی پیش از سرود مایلش می کمتر سخن کنم. راستی با اوچم حواسی ما میبیاد وقتی که ما مهمان شدیم همینجا پدر مادرم کتی آمده شدیم تا حال باور کنید در خانه جمع شویم اگر کاری کرده در وصف این کس ما سخن میکنیم و خلاص. زیرا به همین قدر سین و سال برآمده سخن کنیشون حواسی آدم میآید. الهی خداوند ما هم خدمت پدر مادر رو همین خیل کنیم و الهی همینا با این شدگی اون با فرزندا همین خیل نگاه کنن. در حقیقت حواسی کس میآید. من وقتی که اینا گمو با شوق خنده کرده گوش میکنیم ببینید چقدر گپایشان دانه دانه است. اگر درد کند جانت فقط مادر می سوزد، به شمعی قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد، فقط مادر می سوزد. برای گپاشانی تشکر زیاد میگویم برای صحبت های صمیمی. نظام جان برای سرود دلانگیز تشکر زیاد میگویم. از چشمای اینمین مادران غمگسار خود عیان است که آنها خیلی خرسند هستند، ممنون هستند. تشکر زیاد. خانه آباد، روزگار شاد، مهر و محبت روزافزون، تمام خوشی و خوشبختی های روی عالم الها نصیب کاشانه شمایان گردیده باشد. شما مادر کلان عزیز و ارجمند الها سرابانی سری فرزندان، دعاگوی پیوندان و نبیرگان و ابیرگان و ما تهیه‌گران برنامه فیضی سحر و همزمان حافظ خوشاواز نظام جان عظیمов باشد. عزیزان دلو دیده بینندگان ارجمند، برنامه ما با مستقیما ادامه دارد. این لحظه باشد یک ترانه دلانگیزی را از گلستان نظام جان عظیمов براتان منظور می‌سازیم. با ما باشید. اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد، به شمعی قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد. قسم تا روزی پدرودش در آتش هوای جانی خویش، به تو تنها دعا خواند فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد، و این ناآمدی استاند فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد، و این ناآمدی استاند فقط مادر می سوزد،
فقط مادر می سوزد. بکن تو قدر مادر را که او جان است و ارمان است و جانت هم به ارمانت. فقط مادر می سوزد برایت اشک چشمانت، جهانی بی طرف ماند و هر یک اشک ریزاند. فقط مادر می سوزد برایت اشک چشمانت، جهانی بی طرف ماند و هر یک اشک ریزاند. فقط مادر می سوزد. اگر دردی کند جانت، فقط مادر می سوزد. به شمعی قلبی سوزاند، فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشاند. فقط مادر می سوزد، فقط مادر می سوزد.